سخت‌ترین کار براتون چیه؟ فهموندن حرف به یک آدم نفهم سخت‌ترین کار. یه کسی که یعنی نمیخواد که بفهمه. من اون خیلی کار سختیه ولی شما میتونی انجامش ندی. آدمی که نمیخواد بفهم. سخت‌ترین کار دنیا دوست داشتن کسیه که دلش نمیخواد دوستش داشته باشه. این خیلی سخته. ولی تو مایلی که دوستش داشته باشی. من کارهای سخت رو دوست دارم. اون به نظرم غم انگیزه، سخت نیست. کسی که نمیخواد دوستش داشته باشه سری باید بهش بگید خب خدا نگهدار. خب تو نمیتونی که دوستش نداشته باشی ولی میتونی به یارو آدم نفهم مثلا حرف نزنی بگی با نمیفهمی ولش کن ولی در درونت نمیتونی دوستش نداشته باشی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که به بندی یا نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چون این خوب چرایی.